سلام دوستان. از امروز میخوایم یک کار جدید رو شروع کنیم، یک کار فرهنگی جدید و اونم خوندن کتابه، معرفی کتاب. بنا دارم که به صورت سلسله وار هر دفعه یک کتاب رو معرفی کنیم، یه مقداری در موردش صحبت بکنیم و بعد خب دوستانی که علاقه دارن میرن کتاب رو میخونن و نظرات خودشون رو میگن و بعدم اگه دوست داشتین لایو هم میذاریم و در موردش صحبت میکنیم. نظر من اینه که ابتدا از کتاب‌های کوچیک، ساده، همه فهم شروع کنیم و بعد کم کم بریم به سمت کتاب‌های عمیق‌تر، قطورتر و کتابایی که یه مقداری دامنه مفاهیمی گسترده‌تری دارن. خب بنای ما هم اینه که توی حوزه کتاب‌های عمومی کار بکنیم، حالا ادبیات از داستان گرفته تا بعضی از کتاب‌های مثلا روانشناسی، فلسفه اگر باشه در حد عمومیش و مسائل اینچنینی که خب داستان و رمان شاید بیشترین دامنه این کتابای ما رو در بر بگیره. کتابی که من امشب آوردم یک کتاب فوق‌العاده معروفی هست به نام شازده کوچولو. این کتاب رو آقای دوستن اگزوپری نوشته و توی ایران چندین ترجمه شده و ترجمه آقای شاملو از همه معروفتر هست و زیباتر به قلم آورده این کتاب زیبا رو. این کتاب خب به خیلی از زبانهای دنیا ترجمه شده، شاید بگم که به اکثر زبانهای زنده دنیا ترجمه شده. داستانش از این قراره که یک شاهزاده کوچولو، حالا یا شازده کوچولو، حالا خودش میگه The Little Prince، این توی یک سیاره که کوچکی توی این کهکشان، این کیهان داره زندگی میکنه و یه گلی هم اونجا داره که از گلش مراقبت میکنه. یه روز هوس میکنه که سفر کنه بره به سیارات دیگه و سیارک های دیگه. ماجرای خودش رو از اونجا شروع میکنه تا میاد به کره زمین و اونجا توی کره زمین آشنا میشه با یک خلبانی که هواپیماش توی صحرا اونجا فرود اومده، خراب شده، فرود اومده و داره درستش میکنه و داستان تقریبا از زبان اون خلبان هست، هرچند که از این شازده کوچولو که باش آشنا شده نقل قول میکنه که چطور اون روزگارش رو سپری کرده، اون سفرش رو طی کرده تا رسیده به سیاره زمین و تو زمین چه ماجراهایی براش پیش میاد. من کل داستان خب لو نمیدم، خودتون بریم بخونین. داستان بسیار زیباییه و بسیار تاثیرگذاره. خودش میگه که ابتدای داستان میگه من این داستان رو برای کودکان نوشتم ولی خب داستانش برای کودکان تنها نیست، برای بزرگسالان هم هست و به ویژه برای کسانی که هنوز اون کودک درونشون زنده هست و بلکه باید بگیم که برای زنده کردن کودک درون ما این کتاب رو نوشته و بسیار هم توی دنیا تأثیر گذاشت. مفاهیمی رو توی این کتاب عنوان میکنه از زبان شازده کوچولو که همه انسان ها باید بهش توجه بکنن تا انسانیت خودشونو کم کم به دست بیارن و انسانیتشونو بشناسن و به ویژه کسانی که اون انسانیت و اون کودکی خودشون رو فراموش کردن. خب من بیش از این در مورد کتاب صحبت نمی کنم. اگر دوستان تمایل دارن خب توی یادداشت ها بنویسن برام و اگر مطالب بیشتری نیاز هست در موردش صحبت بکنیم خب بگن و نظری دارن عنوان میکنن که برنامه‌مون بهتر پیش بره. شبتون خوش و روزگارتون به کام باشه.